مقامات تاجیکستان اعلام کردند که نیروهای مسلح کشور در حالت آماده باش علیه همه گونه عمل تخریبکارانه تروریستان هستند. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در پایان رزمایش مشترک تاجیکستان و روسیه در تمرینگاه هر میدان ناحیه قبادیان حضور گروه‌های مسلح به مثل طالبان و گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان همسایه را خطر به امنیت کشور خواند. اما او گفت نیروهای مسلح کشور همیشه برای مقابله با این گروه‌ها آماده هستند. وضع ناآرام در شمال افغانستان مایه نگرانی باقی میماند. در این منطقه فعالشوی اعضایان حرکت طالبان مشاهده می شود و همچنین جنگجویان گروهی دهشت افکن دولت اسلامی حضور خود را در نزدیکی مرز با تاجیکستان تقویت می دهند. رزمایش گسترده نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه زیر نظر شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و گنرال لیتنانت حسن کالایف معاون فرمانده اوکروگ مرکزی روسیه برگزار شد. С 27 по 30 марта мы провели совместное командно-штабное учение. از 27 تا 30 مارس ما مشق‌های مشترک نظامی گسترده را برگزار کردیم. هدف این تمرین خوب به راه ماندن همکاری‌های نیروها در عمل آزمودن اصول‌های نوی عملیات مشترک در شرایط زود تغییر یابنده جهانی میباشد. مقصد دیگر بالا بردن اعتمادناکی میان کشورهای شریک است. همینطور رزمایش گسترده نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه روز 27 مارس آغاز شد و مدت 4 روز دوام کرد. در این رزمایش حدود 50,000 نفر از جمله 2,000 نظامی روس اشتراک کردند.